سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنین، الزانی لا ینکح الا الزانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله علم همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد، فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی، در تفسیر همین آیتی که الزانی لا ینکح الا الزانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگد که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد، در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند. اختیارتون کدام راهیشه که انتخاب میکنین. آن چیزی که بر من مسئولیت بود در همین 2 جمعه باشم شما رسانیدم. انشاءالله باوری دارم که فردا من در پیشگاه خدا جوابگر نیستم. در همین قومی که البته گوش کردن و شنیدن. السلام علیکم حاجی میرزا مراد، از شما خواهش یک مسئله را دارم. خداوند شما را نگه دارد. من از یک نفر $2000 گرفتم. اول به نیت مضاربه، از بین 2 ماه گذشت، یک باره گفت اگر این ماه $300 ندهی ماشین تا میگیرم. به یاردم بعضی شخص ها من چیکار کنم؟ وای نیز نمازخوان است. یک برادر $2000 از کسی گرفته است، با نیت مضاربه گرفتن. مضاربه همین است که در اسلام ما و شما حلال است فایده 2 تقسیم. اگر از همین $2000 $1000 همین مردک بیابد، باید طبق اسلام $500 خودش بگیرد. $500 باید که آدمی مثال پولدار میگیرد، $500 آدمی که عمل کننده بود. $500 باید تقسیم که فایده 2 تقسیم است. لیکن وقتی که اگر مثل امروزه ما و شما اگر نرخ بگذاریم، $2000 میتم، $100 بر من میتی، نابسته تو فایده میبینی نمیبینی برای من فرق ندارد. $100 میاری، این از خوب ده حرام است. رسول اکرم میگوید 4 حق علی الله ان لا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعیمها. 4 طایفه هست. این حدیث پیغمبر خداست، حدیث صحیح است. ما یگان حدیث ضعیف، یگان حدیث من الخمر، کسی که عرق نوش است. کسی که اگرچه در 2 سال 1 بار عرق بنوشد، این وارد جنت نمی شود. دوم آکل الربا، کسی در دنیا ربا میخورد، همین پراتین میخورد. و آکل مال الیتیم، کسی که در دنیا مال یتیم میخورد. حالی بسیار است بچه هایی که از دنیا میگذرند، زناشان 3-4 کودک قطعی میمانند، بعد چیکارشان میکنن؟ بعد در حال پیششان میکنن خانه پدر و مادرشان دیگر نه حق برای او است. اگر هم بچه خانه و درم داشته باشد، بیچاره مرده مال، این مال دنیا که اولاد اجداد چکشتگی است، همون مال اجداد همه مالا را به خودش میگیرد. این کلن قطعی کودکا بعد خانه پدر جوان میکنن. این حق یتیم نیست؟ او بیچاره مهنت کرد برای زن فرزند خودش، چرا پدر مادر همچه پدر مادر حق در گردنش بود سیرد میکرد. لیکن این خانه و این مال و ملکی او به تو نمیرسد، یک حصه به تو میرسد، اکثرش به زن فرزندش میرسد. او را کجا از خانه بیرون کردی؟ امروز چند کس آمد ما را شکایت کرد که دختر ما از خانه پیش کردن، شوهرش وفات کرده است، 2 خانه داره، 1 خانه ش نمیتنش. این خوردن مال یتیم است. انشاءالله تو دوزخ میره.